سگ صوفیه، عرفان میگه نجسه. چرا؟ چون پرخاش میکنه. چرا؟ چون صاحبش اگه بی‌ناموس باشه طرفدار صاحبشه، اگه ظالم باشه طرفدار ظالمشه، به تو حمله میکنه. اگه تو آدم خوبی باشی، من آدم بدی باشم، سگ داشته باشم، سگ فقط یه ایراد داره، وفاداریش بیش از حده. اینقدر وفاداره به سوفیسمش صاحبش که به هیچ کی توجه نمیکنه. این شیطان وفادار به خدا سجده به آدم نکرد. سگ برای چی نجسه که شما حق نداری سگ رو بگیری، سگ میگرداری؟ چون تو الاغی. چون سگ مقامش صوفیه در حیوانات و تو وقتی سگی رو بخری یا سگی رو ببری تو خونه، اگر کوچکترین توهینی به این سگ بکنی، خار مادرت میدن رو هوا اونور. آه سگ میگیره، آه گربه نمیگیره.